به رادیو 01 خوش اومدید. اپیزود 5 هستیم و بعد از یه مدت طولانی دوباره برگشتیم. دلیل اینکه وقفه افتاد این بود که من رمز جیمیل در واقع این پادکست رو گم کرده بودم و همین باعث دلسرده شد، چون که نمیتونستم توی سایت هایی که پادکست رو منتشر میکنم لاگین بشم و رمزش حالا 2 مرحله‌ای بود، باید یه کدی میومد توی این باکسم و از این داستانا. بعد از یه مدت طولانی تونستم جیمیلم رو باز کنم و وقتی که لاگین کردم دیدم که کلی ایمیل اومده و ایمیل در واقع تشکر و قدردانی و از اینجور چیزا بود که من از همه دوستان همینجا تشکر میکنم و ایمیل های آخر یعنی 5-6 تا آخر گفته بودن که چرا تعطیل کردی. من واقعا تعجب کردم که مثلا ما اومدیم 4 تا اپیزود دادیم فقط، بعد این همه پیگیرم داریم و این یه انگیزه و در واقع میشه گفت شور و اشتیاق به وجود آورد که دوباره بیام پشت میکروفون و این اپیزود رو با انرژی ادامه بدم و مطمئنا اگه یه همچین ایمیلایی برام بیاد دوباره انرژی میگیرم و اپیزودهای بعدی رو سریعتر و پر انرژی تر و باحالتر منتشر میکنم. حالا اینو نگفتم که حتما برید برای من ایمیل بزنید، ولی خب این اتفاق میفته اگر بزنید. در این اپیزود میخوام در مورد زندگی ادوارد اسنودن صحبت بکنم. شاید اسمشو توی تلویزیون و اخبار و تیتر سایت های خبری و اینا دیده باشید و شنیده باشید، ولی خب داستان کامل و جامعش رو ممکنه تا حالا نشنیده باشید. البته کتابای زیادی براش نوشته شده، چون یه فرد به شدت جنجالیه و یه فردیه که اصلا توی آمریکا در سال 2013 یه بلبشویی به راه انداخت که تمامی سیاستمدارای آمریکایی درگیر شدن و همه خبرگزاری ها و در واقع صدا و سیمای آمریکا و روزنامه های معروف تمرکزشون روی این بود که ادوارد اسنودن چی گفت، ادوارد اسنودن چی داره، و همین باعث شد که ادوارد اسنودن از یه فرد ناشناخته به فردی در واقع شناخته شده در تمامی کشورهای دنیا تبدیل بشه و بهش به عنوان یه افشاگر، یه هکر و یه آدم انسان دوست بهش نگاه کنن. بریم زندگی نامش رو از اول شروع بکنیم، بررسی کنیم از کودکیش، ببینیم کجا به دنیا اومده و کجا درس خونده و چی شده که اصلا به این جایگاه رسیده. ادوارد اسنودن در 21 ژوئن 1983 در الیزابت سیتی کارولینای شمالی در کشور آمریکا متولد شده. دانشجوی دانشگاه مریلند بوده و بعد در رشته علوم کامپیوتر و امنیت اطلاعات هم تحصیل میکرده و بعد از اینکه درسش تموم میشه میره توی ارتش، یعنی سال 2007 وارد ارتش میشه و به عنوان یه نیروی ذخیره و خودش میگه که من دوست داشتم برم توی کشور عراق و اصلا رو در رو بجنگم به عنوان یه نیروی نظامی، چون که هدفم این بود که مردم عراق رو از دست تروریسم نجات بدم، از دست دیکتاتور و از اینجور داستان‌ها که برای کشورهای معمولا آسیا و خاورمیانه توی آمریکا اینطوری تصور میکنن، یعنی اینطوری به ذهن نوجوانها و جوانها وارد میکنن که ما یه مردم گرفتاری هستیم توی دست مثلا یه دیکتاتورهای خاص، یه سری سازمانهای اطلاعاتی عجیب غریبی که ما رو تحت فشار قرار دادن و ما نمیتونیم اصلا حرف بزنیم. مثل در واقع کره شمالی ما رو توصیف میکنن بیشتر و در واقع اونا اغراق خیلی زیادی میکنن در مورد کشورهای خاورمیانه‌ای و همین باعث میشه که اونا وقتی جنگی میشه توی خاورمیانه، مثلا چه توی عراق چه توی افغانستان، با شور و شوق میان. اصلا اون سربازا و افسرهایی که میان توی عراق و توی افغانستان از سمت کشور آمریکا شور و شوق زیادی دارن، یعنی فکر میکنن که دارن به بشریت کمک میکنن. حالا جلوتر من آروم آروم بهتون میگم که دلیل این حرفام چیه. ممکنه مثلا اولش توی ذهنتون گارد داشته باشید نسبت به این حرفا و بگید که خب واقعیت داره ظلم میشه توی همین کشور خودمون، توی مثلا نمیدونم عراق، توی افغانستان داره به مردم ظلم میشه، نمیدونم دیکتاتوری هست، که البته در هیچ کشوری در هیچ نقطه دنیا
دولت و حکومتی وجود نداره که مردم رو 100% آزاد دل بخواهی رها بکنه. بالاخره هر کشوری اگه یه خورده واقع بینانه نگاه کنیم، هر کشوری برای خودش سیستمی داره، سیستم اطلاعاتی داره، نمیدونم یه سری اداره های نظامی دفاعی داره که یه سری کارها رو میکنه که البته اون مربوط به خود اون کشور هاست. ما اینجا داریم روی سازمان های در واقع امنیتی آمریکا تمرکز میکنیم که ادوارد اسنودن وارد اونا شد. یعنی در سال 2007 که وارد ارتش شد یه اتفاقی براش افتاد و توی تمرین، حالا توی پادگانی، حالا هر کجایی که بوده، داشته تمرین نظامی میکرده و جفت پاهاش توی همون منطقه میشکنه و باعث میشه که 1 سال 2 سالی خونه نشین بشه. در واقع مرخص میشه، میره تمرکز میکنه روی کامپیوتر، چون خودش رو جادوگر کامپیوتر میدونسته و به کار آیتی و نمیدونم برنامه نویسی و هک و شبکه های کامپیوتری و رمزنگاری خیلی علاقه داشته و میگن که در زمینه رمزنگاری و امنیت اطلاعات بسیار ماهر بوده و میتونسته به راحتی سیستم های کامپیوتری رو هک بکنه و در زمینه توسعه نرم افزارهای امنیتی و ابزارهای رمزنگاری هم مهارت بالایی داشته. به همین خاطر خب ازش میپرسیدن که مثلا میخوای توی آینده مثلا تو کدوم شرکت کار بکنی؟ میگفت برای من کار زیاده چون من جادوگر کامپیوترم. اینو گفته بود و توی یکی از در واقع مجله ها یا نمیدونم روزنامه های آمریکایی چاپ شده بود. و بعد از اون که حالا از دانشگاه هم فارغ التحصیل شده بوده و تخصص خوبی هم کسب کرده بوده، وارد یه مدرسه‌ای میشه، مدرسه امنیتی بوده برای یک در واقع سازمان اطلاعاتی آمریکا یا بهتره بگم آژانس امنیت ملی. برنامه نویس هایی رو جذب میکرده، یه سری افراد جوان و پر انرژی که بیان در واقع آموزش هایی رو ببینن در زمینه جاسوسی و بتونن از اطلاعات مردم در کشورهای مختلف دیتابیس عظیمی تولید بکنن و بعداً اونا رو تحلیل بکنن، بتونن توش جستجو بکنن، بتونن ازش برای اهداف مختلفی استفاده بکنن، بتونن اونا رو به صورت دائمی در دیتابیس های مختلف در کشورهای مختلفی ذخیره سازی بکنن. که اینها رو من از یک کتابی براتون گفتم و این تیکه های آخر رو که جلوتر من یه قسمت های اولیه رو کتاب رو براتون میخونم و اگر دوست داشتید، حالا من مجوز نویسنده و مترجم کتاب رو از انتشاراتی اونا ندارم، فقط یه تیکه اولش رو میخونم که اونم عیب نداره، ولی اگر خواستید میتونید اون کتاب رو تهیه بکنید. حالا معرفی میکنم و اون کتاب رو بخونید. در مورد ادوارد اسنودن هست. اسنودن گفتیم که در زمینه امنیت اطلاعات و حریم خصوصی تخصص داشت و در زمینه توسعه نرم افزار امنیتی و ابزارهای رمزنگاری کار میکرد و در زمینه سیستم عامل و کامپیوتر هم خیلی تبحر داشت. ولی در کل زبان برنامه نویسی که توش ماهر بود میگن جاوا بود، جاوا کور، و در واقع یه هکر اخلاقی یا اتیکال هکر بود، یا بهتره بگیم هکر اخلاقی حرفه‌ای یا ادوانسد اتیکال هکر بود که میتونست به کامپیوترها، گوشی‌های موبایل، شبکه‌های مختلف نفوذ بکنه. داستان از اونجای شروع میشه که این وارد شرکت‌های امنیت در واقع امنیت ملی آمریکا میشه و در واقع بعد از چند سال فعالیت که متوجه میشه این سازمان‌ها با در واقع ظاهرسازی که ما داریم با تروریسم مبارزه میکنیم، ما از نمیدونم گسترش بمب هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی جلوگیری میکنیم و یا اینکه مثلا از حمله هکرهای مثلا ایران و روسیه و چین جلوگیری بکنیم تا به کشور خودمون، به ملیت خودمون ضربه نخوره. و خب بالاخره این ادوارد اسنودن هم ارق ملی داشت و یه انسان با اخلاقی بود و به شعورهای انسانی احترام میذاشت و خوشحال میشد که اونجا داره به اونا کمک میکنه و تا قبل از اینکه بفهمه که داره چی کار میکنه و تخصصش در اختیار چی هست، فکر میکرد که یه انسان مفیده و داره به
این جهان کمک میکنه. ولی آروم آروم متوجه شد که در واقع از تخصص ادوارد اسنودن دارن سوء استفاده میکنن برای اینکه از مردم عادی و در واقع از بچه گرفته تا پیر، از زن، از مرد، از دانشجو، از کارمند، این سازمان‌های اطلاعاتی شنود می‌کردن و حالا شنود که میگم مربوط به اینترنت هم میشد. مثلا جیمیلشون، مثلا فیسبوکشون، مثلا در کل هر کسی که پشت کامپیوتر میشست. حالا من این رو توی کتابم گفته که من اگر کسی در یک نقطه ای از دنیا، چه بچه، چه مثلا پیرمرد، چه زن، پشت کامپیوترش بشینه یا اینکه با گوشیش صحبت بکنه، من میتونم اون رو ردیابی بکنم و شنود بکنم. و بعد فهمیدم که ما داریم از حقوق اولیه انسان ها که حریم خصوصی اوناست سوء استفاده میکنیم و علاوه بر اون داریم قانون کشور آمریکا رو هم زیر پا میذاریم و همین باعث شد که آروم آروم به ذهنش در واقع خطور بکنه که من این رو برم و با خبرگزاری ها در میون بذارم و ملت رو آگاه بکنم. بالاخره 15 مارس 2012 یه مجله آمریکایی به اسم وایرد مقاله‌ای با عنوان مراقب آنچه میگویید باشید یا پروژه پلی هاوس چگونه NSA به ترافیک جهانی اینترنتی گوش میدهد منتشر کرد. در واقع این مقاله برای اولین بار بود که پرده از برنامه‌های گسترده جاسوسی اطلاعاتی آمریکا برداشت و نشون میداد که این برنامه‌ها تا چه اندازه گسترده و عمیقن. بعداً یه نماینده مجلس به اسم هنک جانسون اومد و توی مجلس در مورد این ادعاها صحبت کرد. گفت که یک افشاگر ناشناسی اومده یه همچین حرفایی زده و آژانس امنیت ملی داره از اطلاعات مردم غیر قانونی سوء استفاده میکنه. و اون موقع رئیس آژانس امنیت ملی ژنرال کیت بی الکساندر قسم خورد که ما به ایمیل ها، مکالمات تلفنی، پیام های متنی یا همون SMS ها، جستجوهای گوگل، خریدهای اینترنتی و سوابق بانکی دسترسی نداریم. در واقع داشت برعکس لو میداد دیگه خودشونو، چون بعدا مشخص شد که آژانس امنیت ملی به همه اینایی که اینجا گفته شده دسترسی کامل داشت. حالا یه سالی گذشت، حدوداً 6 ژوئن 2013 گاردین اومد یه مقاله ای رو چاپ کرد و اونجا دیگه به صراحت گفت که این افشاگر آقایی هست به اسم ادوارد اسنودن که قبلا در آژانس امنیت ملی کار میکرد و 20,000 سند که شامل اطلاعاتیه که به ما نشون میده که سازمان امنیت ملی آمریکا از 1 میلیارد انسان در جهان شنود میکرده. فکر کنید ما توی ایران 85 میلیون نفریم. 1 میلیارد نفر اطلاعاتش، یعنی جیمیل هاش، خریدهای اینترنتیش، مکالمات تلفنیش، پیامهای متنیش، جستجوهای گوگلش در اختیار سازمان آژانس امنیت ملی آمریکا بوده. در مورد این سازمان ها هم صحبت بکنیم که مثلا آژانس امنیت ملی اصلا چی هست. ببینید ما به صورت مختصر یه سازمان اطلاعات برون مرزی غیر نظامی در آمریکا داریم که منظور ما در کل اونه و به صورت مخفف بهش CIA گفته میشه یا سیا، که اطلاعات رو در واقع به شخص رئیس جمهور و کابینه اون میده و با اون در واقع در ارتباطه، از کس دیگه‌ای دستور نمیگیره و خیلی از کارهاش رو بدون نیاز به مجوز خاص، بدون تبعیت از قانون داره انجام میده. سازمان‌های خیلی زیادی هستن مثل FBI، مثل DNI و غیره که ما اینجا منظورمون CIA. برای اطلاعات خارج از مرزهای آمریکا معمولا CIA رسیدگی میکنه چون که اطلاعات برون مرزی هستن. ولی خب ادوارد اسنودن اینجا نشون میده که علاوه بر مردم خارج از خاک آمریکا، این سازمان CIA تمام اطلاعات مردم داخل خاک آمریکا رو هم ذخیره و پالایش و شنود میکرده. و خب این CIA هم یه سازمانیه که خیلی بزرگه و توی 2010 بیشترین بودجه رو در مجموعه جامعه های اطلاعاتی آمریکا گرفته، طبق چیزی که روزنامه واشنگتن گفته. در دنیا
ما چند تا سازمان دیگه هم داریم که در واقع یکیش سازمان اطلاعات مخفی SIS بریتانیاست، یکی سرویس اطلاعات مخفی استرالیاست، یکی موساد اسرائیل و یکی هم CIA که اینا در واقع به همدیگه مرتبط هستن، به همدیگه اطلاعات پاس میدن و در واقع این سازمان ها دارن اطلاعات تمام مردم دنیا رو از طریق شبکه‌های مخابراتی و از طریق پیامک و از طریق اینترنت ذخیره و پالایش میکنن. و اون شرکت‌های بزرگی مثل گوگل، مایکروسافت، فیسبوک، یاهو و غیره که ادعا میکنن حریم خصوصی کاربران براشون از اهمیت بالایی برخورداره، طبق اسنادی که ادوارد اسنودن منتشر کرده همه این شرکت‌ها به سازمان‌های اطلاعاتی دیتا می‌فروختن و دسترسی مستقیم بهشون داشته. البته سابقه سازمان CIA به سالهای خیلی قبلتر از ادوارد اسنودن برمیگرده، ولی خب اطلاعات زیادی ازش بیرون نبوده و ادوارد اسنودن به عنوان اولین افشاگری بود که این همه اطلاعات از اونا منتشر کرد. اینجا خوبه که داخل پرانتز در مورد پروژه های سازمان CIA برای کشور ایران هم صحبت بکنیم. یکی از پروژه هایی که در زمان ایران در واقع پهلوی بوده، یعنی قبل از انقلاب 57، یه قراردادی بوده بین محمد رضا پهلوی و آمریکا، یعنی همون سازمان سیا، برای دریافت اطلاعات جنگی روسیه یا همون شوروی سابق که 2 پایگاه بوده در کشور ایران، در شمال ایران بوده و اسم پروژه هم پروژه ژن تیره یا پروژکت دارک ژن که در واقع از اونجا اطلاعات نظامی شوروی رو جاسوسی میکردن که البته بعدن یه دونه هم پروژه‌ای بوده به اسم آیبکس که اسم رمز اون پروژه بوده و به معنای بز کوهی که این پروژه هم مربوط به کشور عراق بوده که البته این رو اون موقع حکومت حالا وقت ایران خریداری کرده بوده که اطلاعات عراق رو در اختیار ایران بذاره، چون به نظر میرسیده که از عراق میترسیدن و از این داستان ها بوده. در کل در هر کشوری معمولا یه کودتایی، یه انقلابی یا یه شورشی چیزی بوده، بعدن اسنادش در اومده که سازمان CIA هم اونجا دخالتی داشته. بعد از اینکه این اطلاعات منتشر شد، اول اینکه بگیم که چطور ادوارد اسنودن این اطلاعات رو منتشر کرد. توی یه مسافرتی که ادوارد اسنودن به شهر هنگ کنگ چین داشت که البته سفر کاری هم بود، اون سفر آخرین سفر ادوارد اسنودن از آمریکا بود و از اون تاریخ به بعد تا به امروز ادوارد اسنودن به کشور آمریکا برنگشته و مستقیم از هنگ کنگ به مسکو و در واقع توی فرودگاه مسکو مستقر بوده که اطلاعات رو در واقع زمانها منتشر کرده، در اختیار روزنامه نگاری ها گذاشته، در اختیار روسیه، در اختیار کشورهایی که بهش نیاز داشتن و هر کسی که میتونسته این اطلاعات رو به دست مردم برسونه در اختیار اونا میذاشته. ادوارد اسنودن قبلا توی شرکت دل کار میکرده ولی خودش در کتابش نوشته که من اونجا به عنوان یک کارمندی بودم که در واقع قراردادهای همون سازمان CIA به اسم شرکت دل با من بسته می شده، یعنی در ظاهر من کارمند شرکت دل بودم ولی در باطن برای سازمان CIA کار می کردم. به نظر می رسه که آمریکا یا سازمان اطلاعاتی آمریکا از مسئله مبارزه با تروریسم به عنوان دستاویزی برای جاسوسی پنهان و نامشروع و استفاده از اطلاعات تجاری، صنعتی و اقتصادی با رقبای خودش استفاده می کرده. یه آماری هست که توش نشون میده بیشترین اطلاعات از کدوم کشورها جمع آوری می شدن که در اون آمار جالب اینه که کشور ایران رتبه 1 هست و بیشترین اطلاعات رو از کشور ایران جمع آوری می‌کردن و بعد از اون پاکستان و هند و فلسطین و بقیه کشورها. در واقع تا مارس 2013 حدود 14 میلیارد سند اطلاعاتی از کشور ایران جمع آوری شده. و ادوارد اسنودن گفته که ویروسی به اسم استاکسنت
که ویروس خیلی معروفی بود، اگر سرچ بکنید میاد. و هدف استاکسنت در واقع نفوذ به سیستم های هسته‌ای بوده که بیاد نمیدونم سیستم های هسته‌ای رو از کار بندازه و گفته که سازنده این ویروس آمریکا و اسرائیل بوده که بالاخره ایران تونسته این ویروس رو پیدا بکنه و از بین ببره. یه ویروس خیلی گسترده و بزرگی بوده. یکی از برنامه هایی که ادوارد اسنودن اون رو افشا کرده اسمش هست پریسم برنامه‌ای بوده که در واقع هدفش اینترنت بوده. مثلا شما هر صفحه فیسبوکی که باز میکنید، هر جیمیلی که افتتاح میکنید، هر حساب یاهویی که میسازید، هر کلمه‌ای که توی گوگل سرچ میکنید یا هر خدماتی که از مایکروسافت و اپل و غیره استفاده میکنید، به واسطه همین برنامه پریسم در دیتابیس اطلاعاتی ذخیره میشد و در اختیار سازمان CIA قرار میگرفت تا بعداً بتونه از اونا استفاده بکنه. انتشار این مقاله ها توسط ادوارد اسنودن به یک رسوایی بزرگی توی کشور آمریکا تبدیل شد و باعث شد تا بحث های زیادی در مورد امنیت ملی و حریم خصوصی در این کشور شکل بگیره. اسنودن هم به دلیل افشای این اطلاعات به اتهام جاسوسی تحت تعقیب قرار گرفت و از آمریکا که رفته بود دیگه نتونست برگرده و یک کتابی در این مورد نوشته شده به اسم The Inside Story of the World's Most Wanted Man، داستان مردی که بیشتر از همه مورد بازخواسته در دنیا، که در 2014 چاپ شده، در مورد ادوارد اسنودن هست. حالا بعضیا میگن که اگه ادوارد اسنودن با این همه اتهامایی که براش هست توی آمریکا، اگه یه روزی برگرده به کشور آمریکا یا مثلا آمریکا بتونه اونو دستگیر بکنه، حداقل به دست کم 30 سال حبس محکوم میشه. یکی از شرکت هایی که ادوارد اسنودن به اون حمله کرده دراپ باکس هست و میگه که اصلا این دراپ باکس خیلی وضعش داغونه. باز شرکت های دیگه اطلاعات رو رمزنگاری میکنن و اگر سازمان های مثلا اطلاعاتی ازشون درخواست بکنه اونا رو بهشون تحویل میدن، ولی دراپ باکس همینطوری رو هواست و دسترسی آزاد و مستقیم هم به فایل ها داده که سازمان های اطلاعاتی و CIA بتونن به راحتی بهش دسترسی داشته باشن و پیشنهاد کرده که به جای دراپ باکس از در واقع برنامه ها و سرورهای استفاده بکنید که توی سیستمشون داده ها رو رمزنگاری میکنن و اگر شخصی هم به سرور اونا دسترسی داشته باشه نتونه از اونا استفاده بکنه، مثل اسپایدر اوآک. در کل ما میخواستیم ادوارد اسنودن رو بهتون معرفی بکنیم. فردی که تا سال 2013 برای سازمان CIA به صورت مخفی کار میکرده، برای پروژه های مختلفش در کشورهای مختلفی فرستاده میشده، توی ژاپن، توی سوئیس و کشورهای دیگه اروپایی، و پایگاه‌های داده اطلاعاتی اونا رو پیاده سازی می‌کرده. اگر نیاز به هک بود، چون یه هکر خیلی قوی بود، میتونست به سیستم‌ها نفوذ بکنه، ازش استفاده می‌کردن. ولی خب هدف در واقع ادوارد اسنودن جمع کردن اطلاعات مردم یا وارد شدن به حریم خصوصی مردم نبوده و چون در مغزش فرو کرده بودن که تو با این کار داری جهان رو به جای بهتری تبدیل میکنی و خودش میگه که من خیلی در واقع دوست داشتم که یه بخش کوچیکی از این اتفاق زیبا باشم، ولی بعدن که فهمیدم نه داستان از چه قراره دیگه تصمیم گرفتم که بیام افشا کنم. و خب اون زمان هم همزمان با ریاست جمهوری باراک اوباما بود و اوباما هم خیلی ادعا داشت که اطلاعات مردم برای ما مهمه و ما در واقع شنود نمی کنیم و از این داستان ها. و ادوارد اسنودن کسی بود که برعکس اونو در سیستم داشت میدید و داشت لمس میکرد که کاملا برعکس گفته های رئیس جمهور هست و همینا انگیزه‌ای شد که بیاد اونا رو فاش بکنه. و الان هم شهروندی روسیه رو گرفته، چون پوتین در سال 2022 گفت که یه چند نفری هستن که اومدن توی در واقع روسیه و به صورت موقتی دارن زندگی میکنن، من بهشون شهروندی روسیه رو میدم. و یکیشون هم ادوارد اسنودن بود که الان یه شهروند روس حساب میشه. یکی از جنجالی ترین توییت های ادوارد اسنودن در کشور ایران یک توییت فارسی بود که
در واقع توی اون توییت خیلی ها معتقدن که اومده بود یک در واقع اسرار نظامی یا سیاسی رو به کشور ایران گفته بود، حالا به مردم ایران یا به سیاستمدارای ایرانی، و اون توییت متنش این بود که دیوار گوش داره، گوش هم موش داره. و بعد زیر همین توییت ریپلی کرده بود، روی همین ریتوییت کرده بود و نوشته بود که به خاطر همینه که گربه ها انقدر محبوبن. و خیلی واضح داره گربه کشور ایران رو میگه، چون نقشه کشور ایران شبیه به گربه است و داره میگه که کشور ایران به خاطر این محبوبه که میتونه اون موش رو بگیره و موش اون جاسوس هست که منظورش یک سازمان یا یک کشور یا یک در واقع اتفاقیه که در اطراف ایران میافتاده. بریم که در ادامه من یک قسمتی از کتاب در واقع ادوارد اسنودن رو براتون بخونم. این کتاب اسمش هست بایگانی همیشگی. نویسنده اون ادوارد اسنودن خودش هست و مترجم اون علی مجتهدزاده هست که میتونید از کتابخوان‌های مختلف پیداش بکنید و در واقع 433 صفحه توی کتابخانه منه. حالا نمیدونم توی نسخه کاغذی چند صفحه باشه. بریم که من یه تیکه از این کتاب رو براتون بخونم و اگر دوست داشتید برید این کتاب رو تا آخرش بخونید. من ادوارد جوزف اسنودنم. زمانی برای دولت کار می کردم و الان برای مردم. 30 سال طول کشید تا فرق این دوتا را بفهمم و از همان وقت به بعد در کارم به دردسر افتادم. به همین خاطر الان همه وقتم صرف این می شود که جامعه را از شر آن آدمی حفظ کنم که زمانی بودم. یک جاسوس سازمان سیا و آژانس امنیت ملی و متخصص جوانی که باور داشت برای رسیدن به جهانی بهتر تلاش می کند. 7 سالی در جامعه اطلاعاتی آمریکا کار کردم و جالب این که بعدتر تقریبا زمانی نزدیک به همین را در تبعیدی ناخواسته گذرانده ام. در آن 7 سال دستاندرکار مهمترین تحول تاریخ جاسوسی آمریکا بودم. دیگر دنبال آدم ها نمی گشتیم. از این به بعد قرار بود توده ها را هدف کارمان قرار بدهیم. من هم در این میان به دولت کمک کردم تا از نظر تکنیکی بتواند ارتباطات دیجیتال تمامی جهان را شنود، جمع‌آوری و ذخیره کند و این امکان را هم داشته باشد که بر حسب خواسته و میل خودش در این حجم عظیم داده ها جستجو داشته باشد. بعد از 11 سپتامبر همه جامعه اطلاعاتی آمریکا را مقصر می دانستند که چرا نتوانستند از کشور در برابر آن حمله هولناک محافظت کنند. همین شد که رؤسای سازمان‌های زیر نظر جامعه اطلاعاتی آمریکا تصمیم گرفتند تدبیری بیاندیشند و طرحی را پیاده کنند تا دوباره اینطور غافلگیر نشوند. پایه و اساس این مسئله هم تکنولوژی بود. چیزی که نظامیان، سیاستمداران و مدیران دولتی سردمدار سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هیچ از آن نمی‌دانستند. به همین خاطر یک باره درها گشوده شدند و شماری از متخصصان جوانی چون من به سری ترین و مخوف ترین سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا راه پیدا کردیم. این بود که کامپیوتر بازها وارث زمین شدند. در آن زمان فقط یک چیز را می‌فهمیدم: کامپیوتر، و همین باعث شد خیلی زود ترقی کنم. در 22 سالگی اولین مأموریت رسمیم از آژانس امنیت ملی را تحویل گرفتم که البته کار پیش پا افتاده‌ای بود و به سال نکشید که با عنوان مهندس در سازمان سیا نشسته بودم و به شماری از حساس‌ترین پایگاه‌های داده‌ای سراسر جهان دسترسی داشتم.
همه جوان بودیم و سازمان تمامی قوانین و قواعد معمول خود را به فراموشی سپرده بود تا بهترین متخصصان را به خدمت گیرد. از همه ما بزرگتر یک آدمی بود که فقط می آمد و می نشست و از اول تا آخر شیفت کاریش کتاب‌های رابرت لوپلام و تام کلنسی را می خواند. روال معمولیشان این بود که هیچ وقت کسی را بدون مدرک لیسانس یا دست کم مدرک معادلش استخدام نمی کردند. اما زمانه عوض شده بود و من هیچ کدام از اینها را نداشتم، ولی داشتم برایشان کار می کردم. اگر قرار به حفاظت مقررات کهنه سازمان بود، لابد نمی گذاشتند حتی پایم را توی ساختمان اداره بگذارم. از 2007 تا 2009 در پوشش یک وابسته سفارت آمریکا به ژنو رفتم و کارم این شد که با همراهی شمار اندکی از همکاران مشابه خودم مراکز را در اروپا فعال کنیم و پایه‌گذار آینده سیا باشیم. از این رهگذر سیا می توانست با دسترسی به مراکز آنلاین اروپا به صورت خودکار و آسان به عملیات جاسوسی دولتی آمریکا یاری برساند. نسل من و هموندانم کاری بسیار فراتر از این کرد و از حد و حدود مهندسی یک سازمان جاسوسی دیجیتال پیشتر رفت. ما معنای رایج جاسوسی را تغییر دادیم و تعریفی دیگر از آن ارائه کردیم. برای ما جاسوس بازی و قرارهای مخفیانه هیچ ضرورتی نداشتند. همه چیز در حیطه اطلاعات و داده می گذشت. 26 ساله که شدم ظاهراً کارمند رسمی شرکت دل بودم و در عمل برای آژانس امنیت ملی کار می کردم. قراردادهای کاری هم که برایم می بستند پوشش کارم بود و بسیاری از آدمهای همکار من هم قراردادهای مشابهی با شرکتهای دیگر داشتند. مرا به ژاپن فرستادند تا سیستم پشتیبان داده‌های آژانس را در آنجا فعال کنم. هدف هم این بود که اگر زد و اتفاقی افتاد و مثلا کل آژانس با یک بمب اتمی با خاک یکسان شد، یک نسخه پشتیبان از تمامی داده‌ها موجود باشد. به فکرم هم نمی رسید که درست کردن یک پایگاه بایگانی همیشگی از زندگی همه مردم چه اشتباه تلخی است. 28 ساله بودم که به آمریکا برگشتم و کلی بابت کارهایی که کرده بودم تقدیرم کردند و ترفیع گرفتم و شدم عضو هیئت مدیره روابط متقابل سازمان سیا و شرکت دل. کارم هم این شده بود که با مدیران سطح بالای سازمان سیا بنشینم و در مورد مشکلات احتمالی سیستم‌های اطلاعاتی چاره اندیشی کنیم و این راهکارها را به خود سازمان بفروشیم. پدیده فضای ابری یا کلاود از دل همین گروه برآمد. یک ساختار جدید محاسباتی که به همه ماموران سازمان امکان میداد از هر کجای دنیا تنها با اتصال به اینترنت بتوانند به اطلاعات مورد نیاز و شخصی خود دسترسی پیدا کنند و دیگر مشکل فواصل طولانی و حمل اطلاعات برداشته شد. در یک کلام، کاری که زمانی صرفاً جمع‌آوری و انتقال اطلاعات بود، ابتدا چهره عوض کرد و به کاری بدل شد که هدفش ذخیره‌سازی دائمی و ابدی اطلاعات بود. بعدتر هم این شد که چگونه بتوانیم اطلاعات را جوری ذخیره کنیم که از سرتاسر جهان بشود به آن دسترسی داشت و هم بتوان در آن به جستجوی داده‌های دلخواه پرداخت. این ایده زمانی که در هاوایی بودم به سرم افتاد. 29 ساله بودم و در آستانه بستن یک قرارداد کاری جدید با آژانس امنیت ملی. تا آن زمان همه توان و دغدغه ام را پای این تفکر گذاشته بودم که انگار ما باید بدانیم و از همه چیز سر در بیاوریم و اصلا درکی نداشتم که این کارها راه را به کجا خواهد برد و تخصص من در خدمت چیست. خودم را در بهشت برین می دیدم و در این خیال که من هم با کارم می توانم چندتایی از چرخدنده های این ماشین عظیم جمع‌آوری اطلاعات از سراسر جهان را بگردانم. نشسته بودم توی اتاقی که در اعماق وزیر یک باغ آناناس بود، در حومه پرل هاربر و در جایی که زمانی کارخانه هواپیماسازی بود و تقریبا اگر هر مرد، زن یا بچه‌ای در هر کجای جهان پشت کامپیوتری می نشست یا با تلفن شماره ای را می گرفت می توانستم ردیابیش کنم. آن 320 میلیون نفر آمریکایی هموطنم هم در شمار همین افراد بود
و ما با این کارمان نه تنها اصول اولیه قانون اساسی آمریکا که عرف هر جامعه آزادی را زیر پا می‌گذاشتیم. اگر شما هم این کتاب را می‌خوانید به این خاطر است که من به عنوان یک آدم دارای آن موقعیت سرانجام دست به کاری زدم که بسیار خطرناک بود. من حقیقت را به صدای بلند گفتم. من همه اسناد داخلی و مدارکی را که نشان می‌داد جامعه اطلاعاتی آمریکا قانون شکنی کرده است جمع‌آوری کردم و به دست روزنامه‌نگارها رساندم که آن را به گوش مردم جهان برسانند. با این کتاب می‌خواهم نشانتان بدهم که چه چیز مرا به این کار وادار کرد و از جنبه‌های اخلاقی و اصولیش بگویم و از اینکه چگونه همینها سرنوشت و زندگی مرا ساخته‌اند. زندگی را چه چیز می سازد؟ چیزهایی فراتر از گفتار و کردار. زندگی یعنی عشق و ایمان. برای من این عشق و ایمان بیش و پیش از هر چیز وابسته به ارتباطات انسانی است و به فناوری هایی که این کار را آسان تر کند. صد البته که کتاب یکی از فناوری هاست، اما برای نسل من همه معنای ارتباط تنها و تنها در اینترنت خلاصه می شد. پس نزنید. میدانم که الان اینترنت چه پدیده مسمومی شده، اما بگذارید این نکته را یادتان بیاورم. آن زمان که من تازه با اینترنت آشنا شدم این پدیده به کل چیز دیگری بود. اینترنت هم دوست ما بود و هم یکی از والدینمان. انجمن و جامعه‌ای بود بزرگ و بی حد و مرز و صدایی واحد که از دل میلیون‌ها آدم برمیخاست. یک جبهه یک دست از بیشمار آدم که دیگر در بند رسم و مرز و ملیت و قومیت نبودند و تو می توانستی در آن نامی را داشته باشی که دلت می خواست و تاریخ و باورهایت را خودت رقم بزنی. رقابت‌های اقتصادی و سیاسی در آن راه نیافته بود و اگرچه همه نقابی به چهره داشتند، اما رعایت دیگری فرهنگ اینترنت شده بود و از دل آن به جای دروغ حقیقت برمی آمد. البته گرفت و گیرهای خودش را هم داشت، اما به حق همه چیز در پرتو نیکدلی و حسن نیت رنگ می باخت و این همان اصول بنیادینی بود که اینترنت را شکل داده بود. حالا میفهمید که وقتی میگویم دیگر از اینترنت این زمان سر در نمی آورم منظورم چیست. البته این را هم بگویم که این دگرگونی کاملا آگاهانه رخ داده و افرادی در این راه تلاش‌های شایان تقدیری انجام داده‌اند. آن هجوم بی سابقه به اینترنت برای تبدیل بازارها به پدیده‌های الکترونیک خیلی زود حبابی را شکل داد که به سرعت در هزاره جدید ترکید و فرو افتاد. شرکت‌ها خیلی زود فهمیدند که مردم در اینترنت بیشتر از پول خرج کردن به اشتراک گذاری فکر می‌کنند و بهتر است روی همین میل مردم به ارتباطات انسانی سرمایه گذاری کنند. وقتی آدم‌ها دوست دارند فقط روی اینترنت با هم حرف بزنند و خبر از هم بگیرند و به دوستان، خانواده و دیگران و حتی غریبه‌ها خبر بدهند که الان کجا هستند و چه می‌کنند، دیگر کار شرکت‌ها تنها این شد که چگونه خودشان را در مسیر این رابطه انسانی قرار دهند و از آن رهگذر پولی به جیب بزنند. پایان کار اینترنت را که من می شناختم همین رقم زد: نظام سرمایه‌داری نظارت. دیگران اینترنت خلاق و آفریننده فرو افتاد و بیشمار پایگاه اینترنتی زیبا، پیچیده و مستقل موجود در آن از هم پاشیدند. همه چیز ساده شد و دیگر کسی زحمت برپا کردن پایگاه اینترنتی شخصی را به خود نمیداد و دردسر نگهداری و هزینه‌های اضافی را نمی‌کشید. همه چیز خلاصه شد در باز کردن یک جیمیل و صفحه فیسبوک. ظاهر کار و تصویری که از مالکیت تمام آن به مردم میداد همه را گول زد و خیال کردند واقعا این مالکیت وجود دارد. شمار اندکی از همان آغاز نکته را گرفتند و فهمیدند هیچ کدام از چیزهایی که در این فضا به اشتراک میگذاریم در واقع دیگر مال خودمان نیستند. همان سرمایه‌دارهایی که حبابشان ترکیده بود و نتوانسته بودند چیزی به ما بفروشند، حالا با قدرت بیشتر برگشتند، چون می‌دیدند حالا محصولی عرضه شده که همه حاضرند برایش پول بدهند. این محصول تازه خود ما بودیم. چیزهای مورد توجهمان، کارهایمان، جایی که حضور داشتیم، خواسته ها و غیره.
هرچه از خودمان می گفتیم دانسته یا نادانسته نظارت می شد و در خفا آن را می فروختند و تا جایی که می شد نمی گذاشتند کسی حس کند که از او سوء استفاده شده است. از این روند نظارت مدیران دولتی آزمندی حمایت می کردند که تشنه خبردار شدن از همه کارهای مردم جهان بودند و این حجم گسترده داده ها را با جان می پذیرفتند و انبار می کردند. در آن سالیان آغازین هزاره جدید کمتر می شد که ارتباطات اینترنتی رمزنگاری شود و این عملیات محدود به کارهای بانکی و رمزهای شخصی بود. این یعنی که دولت برای شنود و پایش کارهایی که آدمها می کردند حتی نیازی نداشت که با خود شرکتها و پایگاهها طرف شود و کارش را مستقل از آنها انجام میداد. به ویژه دولت آمریکا بی اعتنا به حریم شخصی آدمها هرچه میخواست میکرد و تا مزه این میوه ممنوعه را چشید دیگر وسوسه‌اش دست از سر آنها بر نداشت. آنها در خفا از این قدرت بزرگ نظارت همگانی سود جستند و قربانی این فرایند بیش از مجرمین آدمهای بیگناه و بیخبر بودند. تازه فهمیده بودم که این نظارت عمومی و تبعات منفی آن چیست و در شگفت بودم که چه ساده همه چیز را می‌بینند و نظر و رأی این مردم هم پشیزی برایشان ارزش ندارد. کسی هم این بخت را نداشت که در فرایندی این چنین نظر خودش را اعلام کند یا دست کم رأیی از مردم گرفته شود. این سیستم نظارت تقریبا جهانی بدون اطلاع ما راه اندازی شده بود و همه اجزا و شیوه های کارکرد آن را از ما مردم دنیا مخفی کرده بودند. نه فقط مردم که حتی نمایندگان مجلس و قانونگذاران و بدنه سازمانهای حقوقی چیزی از آن نمی‌دانستند. حالا به چه کسی می‌خواستم رو کنم؟ کافی بود کلمه‌ای از این ماجرا را به نماینده‌ای در کنگره بگویم یا در گوش یک قاضی فدرال حرفی بزنم. چنان پرونده جرمی برایم درست می‌کردند که سرانجام مرا به کنج سلول انفرادی در یک زندان فدرال می‌انداختند. آگاه شده بودم و هوشیار و همین مرا به ژرفای ظلمت و بدحالی انداخته بود. من عاشق کشورم هستم و عاشق خدمت به مردم و کافی است به شجره دودمانم نگاهی بیاندازید تا ببینید چه زنان و مردانی همه عمرشان را صرف خدمت به میهن کردند. من هم در پیشگاه این ملت سوگند یاد کردم که نه به دولت و نه به هیچ شرکتی بلکه به مردم میهنم وفادار باشم. در راستای قانون اساسی که حقوق شهروندی را محترم می‌دارد و آزادی‌های فردی را مقدس می‌داند و این گونه همه اصولش پایمال شده بود، بدتر این که من هم مهره‌ای در این کار شده و شریک آن بودم. آن همه تلاش و تقلا، آن همه سالها و غیره برای که چگونه می توانستم قراردادهای محرمانه‌ام را با آن سوگند مقدسم یک جا بنشانم؟ این وفاداری شایسته که بود؟ شرکت یا ملت؟ کجای کار اخلاق ایجاب می کرد که سوگندم را بشکنم؟ آنقدر در این کار اندیشه کردم تا جوابش دستم آمد. به این نتیجه رسیدم که رو کردن به مطبوعات و جراید نه کار خارق‌العاده‌ای است و نه افراطی و با این عمل نه دولت را خراب می کنم و نه آژانس امنیت ملی را.